هیچ میدونی تعداد مورچه‌های روی کره زمین چقدره؟ میگم که بدونی روی زمین 2000 برابر ستاره‌های کهکشان ما مورچه وجود داره. ستاره‌ها خیلی زیادن. مورچه‌ها در هر هکتار یعنی هر 10,000 متر. زمینی که ما داریم روش زندگی میکنیم 13 تن جرم خاک رو جابجا میکنن که این تأثیر زیادی روی حفظ مواد غذایی خاک داره و همچنین مورچه‌ها تأثیر زیادی در توزیع و پخش کردن دانه‌های گیاهی دارن. برای همین دانشمندان تحقیق کردن که تا متوجه بشن چند مورچه روی زمین وجود داره. میتونی حدس بزنی یا نه؟ الان برات میگم. تعداد مورچه‌های روی زمین یک عدد بسیار شوکه کننده است. 20 کوادریلیون. به گوشت خورده؟ نه. این عدد یعنی یک 20 و 15 تا صفر خوشگل بذار جلوش. جرم این مورچه‌ها هم که حساب کردن متوجه شدن 20 میلیون تن جرم دارن، یعنی بیشتر از جرم همه پرندگان وحشی به علاوه همه پستانداران. واقعا فوق‌العاده است.